سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش معصوم است. مادر ما مریض است، حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند، اما خیلی پول زیاد میخواهد. پدرم به شهر دور رفته تا شاید بتواند از آنجا پول زیاد بیاورد، ولی اگر نتواند خیلی پول بیاورد مادرم حالش خوب نمی شود. همسایه‌ها و مارجان و همه می گفتند که خدا همه کارها را می تواند درست کند و همیشه خدا مریضا را خوب می کند. حالا من و معصومه برای شما نامه می نویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید. شما بچه ها را خیلی دوست دارید. ما هم شما را خیلی دوست داریم. اگر مادر ما را ببرید و در بیمارستان خوب کنید ما بیشتر شما را دوست داریم. و اگر شما نیایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم و گریه میکنیم و غصه میخوریم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی را بفرستید با ماشین بیاید و مادر ما را به بیمارستان ببرید. این بود نامه من و معصومه برای شما.